سواری جوان رو کشاده گذاشتند. خدا کند و سیف هم کشاده باشد. کو کمال جان؟ فهما کارمان در راز است. امیر اینها چه خیلی زیبایند. چشمانم را از آنها کنده نمیتوانم. امیر با تو چی شده است؟ از آمدن اون توفه دیگر شده ای؟ نه هیچ گپ نه جانم. خیر چرا اون پلیس ها در نزدیک دارند؟ نه همش بخیر است جانم. تو بهترش خواب رو. حاضر اینها گروس نمانند باز به گریه می درآیند. بلش آفرین کمال. مگر از دست تو میگریزد؟ پول در کجاست؟ اینها چیستند؟ هوشیاری رو بین. پول را به الماس تبدیل دادند. تشکری زیاد. یه مرا از کاری بزنی نازاد کردی، اما یک چیز رو فراموش کردی. مگر اینها رو نباید به صاحبش دی؟ اینم اینها رو به صاحبشون میبردم، یعنی به خانماسیه. سفسطه رو بس کن، آنها رو به من ده. بعد از اینجا دفع شده رفت. اگر به قفا نگاه کنی میپرانم، فهمیدی؟ کاری درگاه نکردم رو همینجا با آخر میرسونم. این طور باشد آمده گیر. تو چی کار میکنی؟ با فکر تو چی؟ مان آنها رو کمال. کمال مان. کمال قسم میخورم تو را میپرونم. ایست کمال، ایست گفتم. کمال ایست. کمال اگر پرونی الماس را چطور میگیری کنیگوی؟ ینگه برای چی آمدید؟ پینور به خانه در آمده است. انگشتری را از خانه یافتم. این زن چه نیتی دارد امیر؟ خواطر نشود ینگه، هیچ کاری کرده نمیتواند. ببینید بچه ها همین جایند. هم یاسمان و هم اکم را محافظت میکنند. چرا این زن ما رو به حالمان نمیگذارد؟ باز از ما چی میخواهد؟ تمام پولهای مادرم رو گرفت. شوهری بیچاره هم باشد در دم مرگ است. باز از ما چی میخواهد من نمیفهمم. ینگه حسابی اساسی او با شماست.
این حساب کی به آخر میرسد؟ میخواهد شما را عذاب داده از این کارش لذت ببرد. اون الماس ها رو میبراری ابله همش رو برمیگردانی فهمو همش رو. با خدا اگر در دستی من میبود گلم نه مرا احمق نکن شکمت رو چاک کرده اونها رو میگیرم فهمو؟ فهمیدی مرا؟ نشنیدی بریدن خطرناک است گلم. با خدا در سرم یک راهی دیگر هست لیکن افلاس شده قیمتش را گم میکند. خدا جزای تو رو هم دهد. راست با بیمار خونه میرویم. نمیدونم میداد رو میشوی چی کار میکنی الماس ها رو پرورده میدی. زود ران. با فکرم حجت هم نیست. رودا من با فعالیت شروع کردم. نه کمال دهانو بینیت رو از تیر پر میکنم. بچی شدنش رو نمیدونم. زودتر با بیمار خونه ران. زودتر زود باش. زودتر ران با بیمار خونه کمال. ینگه اگر خواهید شما روید. آخر پگاه نکاح است و شما باید حتما آمادگی بینید. دلم هیچ چیز نمیخواهد امیر. به کجایی که نروم دلم پر از غم است. گویا از چیزی بدی گواهی میداده باشد. خدا نگه دارد. این زن چرا بعد از چند ماه باز پیدا شد؟ او چی نقشه دارد؟ ما هم از پسی اویم ینگه، اما دیگر از دست او کاری نمی آید. هر چی کند به ضرر خودش می شود. به طرفی راست کرد. پایانتر بیمار خونه رو میپرسیم. آهسته حاضر میگردیم گفتم. اگر توانی نگاه دار. چی کار میکنی؟ گردش را گذاشتیم. با قفا گرد. در شد فینار در. راهی بازگشت نیست. مال میپرانم. با قفا گرد گفتم نمیفهمی؟ پران آدم چند بار میمارد. پران آخر با دبدبه از اینجا روم. دنیا از یک بلا خلاص شود. این صدمه میشود. کمالیست ماشین را نگاه دار. صدمه شود. نکن گفتم ایستاد کرده ایستاده. تو چی کرده ایستاده؟ پاره میکند. بس هستم. کمال بس بوده که سارم شد. کس میکنم. این دفعه هم سیخ سوزد و حد بابا میکنم. خوبه برادر. چرا اینطور شد؟ من حضوری تجلی رو چه کنم؟ یگان جایتون درد نمیکنه. آگشته میتوانید؟ درد هست اما از صدمه نیست. دردی من دیگر است. فرمانم باور نمیکنید. یوری تجلی میوید. بیاید رفتیم. کمال را با سلاح تهدید کرده گریزاندن میخواسته است. او باشد برای نجات یافتن به درختی زده است. پینار چی؟ تا آمدن کارمندان پلیس گریخته است. امیر این زن هر دفعه راه نجاتش رو مییابد. تو خواستش رو نگیرد آروم نمیشود. پدرم زنگ میزند. باید وامی خوردیم. لبای پدر. فریده در کجایی دخترم؟ به نزد مادرت نرفتی؟ نه من حالا هم در بیمارخانه. اینجا کارها کمی رنگی دیگر گرفتن. چی شد دخترم؟ یگان ناخوشی روی داد؟ بله نامی ناخوشی پینار. وقتی که او در اطرافمان است چیزی در روی خودش نمی رود. با اونجا آمد؟ کاش تنها به اینجا آید. در همه جا است. در اطرافمان می گردد. گویا در هر فرصتش من در همین جایم می گوید. من از بیمارخانه نمی برایم. رفته نمی توانم. التماس مرا ببخشید.
اما میدانی آخر امروز نکاح است. همش آماده است. فریده درباره مادرت کی میایستد؟ کی او را میآورد؟ ینگه در این روز آنها را تنها نگذارید. روید، به شما وعده میدهم با آقا هم چیزی نمیشود. فریده التماس، اگر لازم شود در حال بعد از نکاح میروی. بیا دخترم گپم را نشکن، بیا زیخم نکن. به مادرت گفتم که سورپریز دارم. مایلش پدر، من مادرم رو گرفته می آیم. شما خواطر نشوید. چی طور خوب شده است؟ بازی نکن میشکنی. کمی بیشتر درست کردم. نیکو ساعت 3 است. ساعت رس و 20 دقیقه پس از نکاح می ایستد. آن وقت بمبای در زیر میز بوده می ترکد. افسوس که اینقدر زحمت بهوده رفت، چون که برای وضعش چیزی به تو داده نمیتوانم. ابله پول رو گرفته نتوانستی همینطور نه؟ زیگ نشو، با یک قرار می آیم. از فکرت نمیگردی باز این کار رو میکنی؟ ها؟ وقتش که رسید چطور پرداخت کردنت رو با تو میگویم. نمیدونم چرا، اما دلم با تو ویدا کردن میخواهد. گویا که دیگر این خیلی فرصت نمیافته باشد. گویا که با یگان راهی دور میرفته باشم و دیگر بر نمیگردم، یا اینکه برگشتن نمیخواهم. شرف، همین خیلی یک حسیات. رویت را فراموش کردن نمیخواهم. صدایت رو، رویت رو فراموش میکنم. گفته سخت میترسم که از بین دستانم لغزیده میروی. تو رو تا نفسی آخرینم دوست میدارم. التماس تو هم دست نکش از ما، از من. Oysa dilimde ismin bu التماس hala yanar mı için? Oysa koynumda resmin herkes unuttum sanıyor. خانم نباهت. چی شد؟ چرا حیران شدی آقای خیریدین؟ مویت خیلی زیبا شده است. همین خیلی جمع کردم آخر. برای امروز چیکار کنم؟ نباشد آرو و تارو برای من نیست. پیسرم در بیمارخانه. احتیاجم نیست، چون که تو همیشه زیبا هستی. بس کن. چی ها میگوی آقای خیریدین؟ تشویش زندگی بسیار صفتهای خوب را از بین برد. در ما بین بسیار خفگی ها شدند. من دیدم که به بیگانه ها 7 قبط حرمت نشان میدیم، اما برای نزدیکانمان آن را دریغ میداریم. بابا بینید من عروس شدم. آه خدا دخترکی مرا دخترکی در زیبایم. پناهش نگاه دارد. پسرکی من در کجاست؟
این جوان رو بین. کنی بیا گالستوکت رو راست کنم. بیبی جان در بیرون پلیس هست. پلیس ها ایستادن. زیبیده است. اما که امیر فرستاده است. برای چی؟ شد. کنی دستی به دست کنید. کنی شما رو بینم. شیری نکنی من. ای جان نکنی من. تینجی از خانم نباهد. چرا من خبر ندارم؟ گوش کن خیریدین. اون پینوری جنگانداز در همین جای ها میگشته است. امیر خبردار شده است. برای به خطری فرستاده است. فریده گفت که شما هم به هیچ کس نگویید. یعنی ناراحت نشویم. کنی بیا. گوش کن. میدانی چی فکر دارم؟ این شهر با ما نفارید. خوبش ما به زادگاه همان برمیگردیم. خانه کلان داریم. تعمیر کرده زندگی میکنیم. شرف را به بیمارخانه همونجا میخوابونیم. امیر هم جایش را عوض میکند. در باغچه‌ای که پسران ما را کلان کردیم نبیره هایمون را کلان میکنیم. حیات نو آغاز میکنیم. چی گفتی؟ با خدا هیچ فکر نکرده بودم خیریدین. شاید بهاری دویممون باشد. شاید. حاضر وقتی سپاریدن است. برده هدیه خانم موسیه رو میدهم. با فکرم حالا به صبرانه انتظار است. انا من اومدم رفتیم. همین طور می روید؟ بله برای چی؟ نه همین طور هم زیبایید. اگر یکون لباسی سفید می پوشیدید باز هم زیباتر می شدید. با شما سفید می زیبد. رنگی سفید برای چی؟ امین خوب نیست؟ یعنی شرط است که من سفید پوشم؟ مادر جان با پدرم با میخورید آخر. کمی خودتون رو دیگه هر خیل نشون دهید. از کجا دانم موی هایتون رو جمع کنید. بیایید مادر جان بیایید. التماس من رو زیق نکنید. فریده تو این روز عجیب می نمونی. با تو چی شد؟ مادر جان التماس میکنم. همین خیل خوب است آخر فریده. مادر جان آخر این خیل براحتم فریده از برای خدا. لبا ایشیل. فریده چیکار کردید؟ نیکو رو گذراندید؟ نه حالا از خونه نبر اومدیم. خبر ندارد آخر؟ نه البته گفتم گو سورپریز است. کاش تو هم می بودی. بعد از مرگ تیمور هیچ به خود نآمدم فریده. با من اینقدر کار کرد اما از کجا دانم او رو دوست می داشتم. کمی در خارجه می مانم. همین که حالم خوب شد بر می گردم. مادرم هم اومدند. البته سلامت رو می رسونم. کی؟ ایشیل. ایشیل دخترم ما رو منتظر نکن زودتر بیا. شنیدی؟ مایلش من بعد به تو زنگ میزنم تو بازدید. خیر اینها هستند. انایانش چه خیل است؟ میشود؟ فریده فکر میکردم که انسان در حیاتش از خودش دیده کی رو بیشتر دوست میداشته باشد. این فرزند بوده است. کاش خودت رو به جای من میدیدی فریده. از چهره تو دیده چهره زیباتری نیست برایم. در نظرم همه چیزی دیگر هیچ است. تو رو ساعت ها تماشا کنم هم سیر نمیشوم. مادر اکنون تو گپ زن. من تو رو گوش میکنم. اگر باز تبسم کنی دنیا از من میشود. مادر جان تا نفسی آخرین جدا نمیشویم. من طاقت جدایی ندارم. من همین را طاقت کرده نمیتوانم مادر جان. دخترم
میگویند خداوند مرگ رو با نوبت داده است. انسان اگر فرزند داشته باشد همین خیلی میگوید. مادر. بله فریده، بله. تو حالا جوانی، حالا زندگی خوشبختانه تو رو در پیش است. مادر، چرا درباره مرگ گپ میزنید؟ من نمیتوانم برداشت کرده. شما چی گفته ایستاده اید؟ شین. انسان از انسان به دنیا می آید دخترم، لیکن افسوس این رو فراموش می کند. انسان فراموش می کند همه درد رو، غم رو فراموش می کند و زندگی رو دوام می دهد. تو هم همین خیل باید کنی مادر. همین طور. وصیت من به تو همین است. مادر جون، چه خیل وصیت؟ از برای خود این خیلی گپ نزنید، نمیخواهم. شد، فهمیدم. من فکرم رو گفتم. خیر میلش شد. بیا اکنون لباس انتخاب میکنم. بیا به حجره بالا میبرویم. این از شما بوده است. زرگرمون کرد. تشکر زرگر. من خودم رفتم گرفتم. با من گفتن که رسونه. خب میلش، یک دقیقه. تشکر زیاد. تو رو زحمت دادم. میلش سلام رسون. البته. گرفت. خوب، اکنون رو از اینجا. بمب تیار است. در میزی باین بوده جای گیر نمودم. تو چیکار کردی؟ گردن بند رو بردی؟ میدونی اون نباشد جهازمون کار نمیکنه. بله، کمی پیش به ایهان رسوندن قبول کرد. کمتر پس خودش با دستانش به گردن عروسش میبندد. اینجا خیلی سرو شده است. با مانندی توی سنتی شده است. گویی یگون چشم بند می آوردن میشد. خانم این خیل نگو. برای مهمانان چقدر زحمت. در اینجا شینه می شود؟ نه بیا آنجا میشینیم. آنجا خوبتر است. میلش. چرا تو کسل شدی کنی از دولت بیخست. جای زیباست. اگر آنقدر مال و ثروتی که او داشت دور نمیشد، خانم آسیه حتی از نزدیک در اینجا نمیگذشت. خانم آسیه آن خیلی که تو فکر میکنی آن خیلی نیست. یک زنی عادی است. انسان کم بغل باشد یا ثروتمند، مهمش آدمیگری داشته باشد. تو این رو دانی؟ من نمیدانم. این عروس و داماد کجا شدن؟ شاید ما هم نکاح ما را از نو کنیم. می آید. آدمی سالم شده است. به بیمارخانه آدمی کسلی رفته بود، به جاش آدمی سالم آمده است. بله. سلام. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. عروس کجا شد؟ دیرتر همراه فریده می آید. آسیه این را نمیداند. سورپریز کردیم. خوب می شود. یگون چیز می نوشیدید؟ نه، دیرتر می نوشیم. تشکر. شما از پس کارتان شوید. بله، با اجازت شما با این موسیقی نوازان گپ زدنم لازم. میخوام که موسیقی دوست داشته آسیه را نوازم. با اجازت شما. تقدیرش موسیقی دوست داشته آسیه را می نواختند. خانم اگر خواهی یگان موسیقی برایتون نوازم. بیامون خیری دی.
دلم نمیشود تو را اینجا تنها گذاشته روم. تنها نیستم کو. خالم همینجاست. پلیسا در نزد در هیچ کار کردن نمیتوانند. نروی هم خوب نمیشود آخر. اپای فریده و خانم موسیه همیشه همراه هم بودند. رفته از نامی من هم تبریک کن. مایلش، لیکن رفته زود برمیگردم. تو خواطر نشو مایلش. دردی تو برای دخترانت خوشت در آنها. تو از آنها جدا شده نمیخواهی. عزیزم گپ را زیاد نکن. درد اولین من تو هستی. عزیز من. امیر بیا دیگر هیچ گاه جنجال نمیکنه مایلش. بینمون فهمی نشود. حتی روزهای گذشته رو به یاد نآوریم. به آن هم به یاد نیار. همه را فراموش کن. به اینها نگر از سری نو همه را آغاز نمودیم. یاسمن دخترهایم را خوب نگاه کن مایلش. مایلش. امیر لبه تو هم خودت را احتیاط کن مایلش. مایلش تو خواطر نشو. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده 11 میشود. بله به فکری من هم. میدانید این بیگاه برای من خیلی مهم است. من برای همین شما را اینجا دعوت کردم. 1 2 3 4 5 6 رفتم با گفتن ایلاجی یافتم. شما در آن جایید. برای کودکان خوب شد. هوای گشاده. توک توک شما رو یافتم. امینه و عایشه رو دیدم. تو اینجا چی میخوابی؟ البته چیزها رو دزدیدنی نبودم. اگر یکم کس بیند همه کار برباد میره. من چیکار کردنم رو میدونم. اینجا ایستاده تماشا میکنم. اگر ترسی که میبینم خودت رفتن گیر. امکانیت رو از دست میدی. در کجا ایستادنت رو نمیدانی. اینار نمیدانی. جای خوب بوده است ولی خوب شد که به اینجا آمدی. در اینجا توی است به فکرم. میبینی؟ ایهان چیکار است اینجا؟ آرزوی در دل بودم را عملی میکنم آسیا. بیا 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 به درون داریم. رفته چی داری یعنی همین که ایهان uğruna vermez miyim? Bir rüzgar gibi geçti ellerinde gençliğim. Bir ömrüm daha olsaydı ah uğruna vermez miyim? Eski bir yalandı o, aşk denilen masaldı. کجا شدی پسرم؟ آمدم مادرجان. با من خانه دار میشه بیاسیه؟ Evet مادرجان. زود باش من انتظار میشم. اما اینقدر آدم انتظار نمیشم. Oldu şimdi bir ayrılık şarkısı. Bilmezler nasıl sevdik aşkım, bilmezler nasıl yandık. Hayır durmaz dönerdi dünya, bizleri sevdalıydık. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık. گلها رو گرفت. تشکر.
مبارک شود. شاهد هایم. بله مرحمت. Bilmezler nasıl yandı. Hani durmaz dönerdi dünya. Biz deli sevdalıydık. Hani yıldızlar şahitti. Neden görmezler artık. همه چیز رو فکر کردیم. اگر دانید که شما نفهمید گفتم ما چقدر زحمت کشیدیم مادر جان. اگر میدانستید که چی میشود افسوس نمیدانید. برای خانه‌دار شدن به حکومت شهرمان مراجعت کردهتان قبول شد. برای توی همه چیز را آماده کرده اید. شما دختر رحیم کراکونیونلی آسیا ایهان یلمز را به شوهری قبول میکنید؟ بله. اینقدر کار رو کشوله کردید؟ شما ایهان یلمز آسیا کراکونیونلی را به همسری قبول میکنید؟ بله. من شما را زن و شوهر اعلام میکنم. خداوند به شما بخت دهد. مادر جان پایشون رو زیر کنید. خوشبخت باشید. مرحمت. تشکر. مبارک شود. تشکر. دخترم کمک کن. آه پدر به تعریفتون میارزیدم. زیباست همین طور نه؟ بین در پسش چی نوشته شده است؟ وقت این عمر است. خیلی زیبا. زودتر کنی آویزان. زودتر. تبریک میکنم مادر. جانکم. پدر تبریک میکنم. خانه‌دار شدیم. Öyle yanılttın ki beni. İlk defa geliyor başıma. Ben sevda şarkısı beklerken bir veda çıktı karşıma. Senin adın ayrılık, böyle yazılmış alnıma. Benim adım yalnızlık, eski buruk bir şarkıdan. Geri döner mi bilmem mazideki sevgi. Şimdi dinler mi bilmem vicdanının sesini.
vicdanın sesini. Gönlüm efkarlı bugün, güllerim hüzün kokuyor. Aşkımın hazanı kışı gelmiş, sevdam yaprak döküyor. Gönlüm efkarlı bugün, güllerim hüzün kokuyor. Maro bu bax doktoram, xushbaxt bosh, padarat. Padaram. Geri döner mi bilmem. خوش آمدی. عکسای گرفتم رو دیدید امک جون؟ چه صورت گرفتن گرفتی؟ خوش آمدی. مبارک باشد. تشکر. خوب هستی همین؟ خوش باشد. مبارک باشد. رحمت. مبارک آمدید آقای خیریدین. مبارک باشد. خوش آمدید پسرم. مبارک باشد. خوش آمدی. خوش آمدی. خدای توبه همه چیز به خانم آسیا میزیبد کنی. زحمت نمیکشید. خیلی نگوید این عرف و عادت است. سلامت باشید. تشکری زیاد. من نتوانستم خودتان بد میکنید. کنی مرحمت گیرید خانم. خدا با شما عمری دراز دهد. خوشبخت شوید. آقای ایهان. آقای کمال نمی آیم گفته بودید؟ خوش آمده. تبریک میکنم. خواستم پیش از رفتنم یک سری قدم درآیم. کاری خوب کردید. شما میروید؟ اینجا برای من موافق نآمد. جای من ده است. دخترم را گرفته میروم. اگر با اون طرف آید مرحمت میهمان شوید. برای شما جواری مکه میپذیرم. آقای کمال برای همه‌اش تشکر. نیکی هایتان رو هیچ گاه فراموش نمیکنم. کمال برادر حقتان را حلال کنید. اگر شما را خفه کرده باشم ببخشید. هیچ گپ نه آقای کمال. مبارک شود. جانکم تشکر. خانم آسیا یک دقیقه ببخشید. این رو دار. حاضر. یک برگ سبز هدیه خردکک از من. چرا زحمت کشیدید؟ اما این خیلی زیاد است. زیاد نیست حتی کم است. اینها را با پولی دزدیده پینار خریدند خانم آسیا. متاسفانه همین قدر توانستم. این رو چطور کردید؟ با آن طرفش اهمیت ندید، لیکن سمر هم سهمی خودش رو گذاشت. اکنون آن طرفش رو شما فکر کنید. کار انصافتان است. باز یک خواهش دارم. این مسئله بین خودمان ماند. خواطر نشوید. همش رو فهمیدم. اینطور باشد به ما اجازت. ما آهسته آهسته رویم. خیر ما می رویم. راهی سفید. فریده شما می روید؟ گفته بودم که بدیه برمیگردم. روحتان بی خطر بود. یک چیز رو پرسم. حالا هم مرا نبخشیده ای؟ بخشیدم. خیر جانکم. خیر خوشبخت باشی. تو بزدید. خدا نگهبان. خیر راهی سفید. راهی سفید آقای کمال. تو بزدید. خدا نگهبان. خیر. رفتیم. ما هم آهسته آهسته با جایهایمون گذاریم. های این بزرگ شده شد. در بالای 4 پای مانده است. من از این چطور رهایی میابم؟ Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün anlarımı.
Zaman akıp gider. Bur. Acımadan soldurup alırım. یک باری دیگه Küçük onca kime desem bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Bir küçük oncamış ahını kime desem bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. این چرا نمیتر کرد؟ Yine vur sana dur demem. Bıraktım چی شد؟ برای مجده دادن زنگ زدی؟ از کجا؟ بمبارد نمیتر کرد. باغچه در جایش است. این ناممکن است. اگر باور نکنی بیا خودت بین. اکنون گبزن چرا نمیتر کرد؟ نمیدانم. شاید افتیده باشه. اگر تماس را گم کند نمیتر کرد. باید چیکار کنیم؟ گوش کن وقت کم است حاضر همشون میروند. میدار باشد یک علاج کرده با باغچه میدروی. میزی در بین بوده اگر توانی زیرش رو بین. بهوده گویی نکن این غیر امکان است همه ما رو میشناسند. خودت میدانی. ایست یک راهش را یافتم. تشکر مادر جان عکسو گرفتم رو بینید. کنی بینم پسرم که ها را گرفتی. خیلی زیباست. آفرین. چه حال دارید؟ تشکر. خوش آمدید. مرحمت کنید. زیغ نشده داخل؟ نه خیلی زیغ شدم. بیایید مادر جان. اگر میگفتی پای افزاری بلند نمیپوشیدم. پایهایم خسته شدن خیلی. راست میگوید مادر جان. پاشنتون خیلی بلند. چرا به فکر من نآمد؟ اما باید آن رو میپوشیدید. شما خرسندید؟ بله خیلی خرسندم. سورپریز پدرم چه خیلی بوده است؟ باز این گردن بند به من خیلی معقول است. بله نازک است. خیلی زیباست. ساعتش کار نمی کند. قوهش تمام شده است. آسیا جان بین مهمان ها میروند. بیا آسیا آنها را بسیلانیم. خیر خوش آمدید. خوش آمدید. تشکری زیاد. سلامت باشید. خوش آمدید. تشکری زیاد. خوش آمدید. مهمان ها آهسته میروند. لباس مسخره باز رو پوشیدم. همه پولهایم رو دادم اما هیچ کم نه. میز رو یافتی؟ بله یافتم در نزدم. کو منو بابایت را عکس بردار. راستید؟ تشکر. مادر جون خوب است. بیاید عکس‌ها رو بینیم. رفتیم میبینیم. کنی بینم کی ها رو گرفتی؟ دیدم در همین جا افتی دستگیرم. پیش از داشتن خوب نگاه کن که چراغش گریان است یا نه. به خدا یگان چراغ نیست. این عکس رو بینید چه خیلی زیباست. خیلی زیبا. کنی بینه مادر و پسر چی کار میکنن؟ عکس های گرفته اش رو نشان میدهد. یاسین پسرم تو این صورت گیرک رو از کجا یافتی؟ برای خونش اهلایم بابایم تو فقط. اما دیدید ما فراموش کرده ایم. هیچ گپ نیست. سال آینده این را جبران میکنیم. باز بهترش رو میخریم. خواطر نشو. گرفته از نو چسبان. حاضر میگیرم. نگاره؟ خیلی خوب گرفتی پسرم. پس از چسباندن چراغش گریان شود معلوم شود که کار میکند. برای گریختن وقتت کم میماند. فراموش نکن. مالش فهمیدم. حل میکنم. مادر جون اینش چه خیلی است؟ اینش رو هم خیلی خوب گرفتی. آفرین پسرم. از من دیده استای بهتری هست. الو
نمیچسبد آخیر. پینار تو رو نمیشنوم. چرا اینقدر پس گپ میزنی؟ برای آن که در کتابخانه‌ام. شخیرمان من گفتم که بمب را جابجا میکنم. اکنون در زیر میز درماندم. اطراف پر از آدم است. این باشد نمیچسبد. حاضر دستگیر میشوم. چیکار کنم؟ کنی گوی؟ مایلش حاضر میفهمونم. مرا خوب گوش کن. پس یان بمبا. من مردم. آسیا و ایهان در نزدم هستم. وهم نکن. اگر دستت تر باشد این خطرناک است. اون بمبا رو تر نکن. چرا از اول نمیگویی؟ آخرین بمبا در دستم میترکد. حاضر با دقت جواب ده. در بالایش علامتی سیاه هست. دیدی؟ دیدم. آن را با پایان تابده. دیگر طرفش را چسب. فهمه؟ کاش در کدام حال بودنم رو میدونستی. نمیشود. این تر باشد با پایه میز بند. با چی بندم آخیر؟ اگر خواهی یکان چیز بیارم. حاضر. یک دقیقه ایست به تو زنگ میزنم. خسته شدم. در زیر این میز چیزی هست. مسخره باز. لابای دخترم. مادر جان مسخره باز با من بازی نکرد اما جزدانش رو در اینجا گذاشت. من برده میدیم شاید فراموش کرده است. ببخشید یک لحظه. تشکر. خوش آمدید. تشکر. یا نباید ما هم رویم. چرا سر و سیما میشوی؟ کمی دیگر شینیم آخیر. فریده هم بر آمده است. او رو انتظار میشوی. یاسین جان این چه خیلی رسم است؟ این را چطور گرفته ای؟ این باستویی. اینجا بیا. پینار. اینجا بیا. تو در اینجا چی کار میکنی؟ توی بود است. آمدم که تو فهم رو دیم. موری زهردار. در اینجا هم ما رو به حالمون نگذاشتی. چرا به اینجا آمدی؟ تا مردنتون شما رو عذاب میدیم. راه گرد. تو رو با پلیس میبرم. راه گرد. هر کاری خواهی کن. اکنون میرم هم غم نمیخورم. من خواستم را گرفتم. امروز غمی کلام با تو بر میشود. من باشم با شوق تماشا میکنم. تو چی ها میگویی پینار؟ چی کار کردی؟ باز چی نقشه داری؟ کاری که عقلی تو نمیگیرد. با یک تاتون نه. با همتون. از همتون در یک لحظه خلاص میشوم. تو چی کار کردنی؟ بعد از چند لحظه میبینی. چرا فریده در بینشون نیست؟ امینه گفت که جزدانی مسخره باز مانده است. برای او را برده دادن رفته است. اما خیلی وقت گذشت. ایهان با او زنگ بزن. شاید تلفن در دستش باشه. حاضر. یاسومان انتظار من است آخر. چی؟ میگویم که یاسومان خواطر میشود. قسم میخورم که تو رو میکشم. خودی حاضر گرد میزنی. کنی گوی چی کار کردی؟ دفشو رو. گوش کن. طاقتم
شد. در عمرت بار کاری خیر کن. گپ زن. مرا دیوانه نکن. گپ زن. آب شو نیست شو مگر دست میکشم. کاری بهترین حیاتم رو امروز کردم. ریشتون رو میسوزونم. کاش شوهرت هم میشد و میدی چطور با گپم ایستادم. اون وقت طبعم بولیده تر میشد. باسته سکنون. باسته. سرده. 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 گپ زن. چه نقشه کشیدی؟ چرا آمدی؟ گفتم که مرم هم با تو نمیگویم. اگر گویی تو رو نجات میدهم تمامی کارهایت رو فراموش میکنم. التجا میکنم. گپ زن آخر تو چی کار کردی؟ چی نقشه کشیدی؟ نمیگویم. بیسوس خودت رو خور. التماس میکنم گپ زن. دیگر به کسی ضرر نرسون. التماس. میخوایی که بفهمی؟ التماس میکنم گپ زن آخر. من بیمارم. هیچ چیز پسنده نیست. مردنت هم پسنده نیست. پینار التماس یک بار انصاف کن پینار. کسی گناه ندارد آخر. گناهشون در بری تو بودن است. حاضر همهشون میمونن. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ بمبا گذاشتم. حاضر باغچه به هوا میپرد. نکردم گی. التماس نکردم گی. اوه این یانگم کجا شدن؟ این پیش خدمت دسترخوان میزها رو جمع میکنن و فکرم تمام شد. این دختر کجا شد؟ پسرم با اون طرف رفت. کمی رفته بی. در اینجا چیزی هست. چی هست در آنجا امینه؟ گورزن! زودتر گورزن! اینجا رو خالی کنه! بمب گذاشتن! گورزن! گورزن بگویم! زودتر! گورزن زودتر! التماس نکردم که دروغ است که التماس. حاضر میبینی؟ Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen.